سازمان ملل متحد سال 1971 نسخه اعلامیه کروشی کبیر را به نمایش گذاشت و آن را همچون رمز حقوق بشر معرفی کرد و نسخه آن در مرکز سازمان ملل متحد در نیویورک محفوظ است. واقعا هم اعلامیه کروشی کبیر یک حجت تاریخی است که بار اول ایده های آزادی، عدالت و تحملگرایی را در سطح دولتی بیان نمود. این اعلامیه برای تمام انسانیت ارزش بزرگ فرهنگی و اخلاقی دارد و آن همچون پایه اساسی علمی حقوق شناخته شده است. اعلامیه کروشی کبیر پیش از همه آزادی، عدالت، تحملگرایی و همزیستی آسایشته را تبلیغ می کند و آن سال 539 تا میلاد پس از فتح بابل از جانب کروش نوشته شده است.